خب خلا لبه چند روز شد انتظار میشوم که شاید شما نزد من بیایید یک مسئله رو بررسی کنیم. چی مسئله باشد؟ گمان میکنم که دشمن اساسی من و عائله من شما هستید. هرچی که تو گمان میکنی خیلی نیست. من خالای تو هستم. من خواهر مادری تو هستم. در کجا دیدی که خاله با جیهانش دشمنی کند؟ میگن عذابی که خودی میتید بیگانه نمیدید. این گپ هم به نتیجه نبودگیست خاله جان. خیر. میگن که آنچه که عیان است حاجت به بیان نیست. من از روی همه عیانیت گپ زدم که شما نسبت ما چی خصومت و غرضی دارید. سببی همین گفته و همین رفتار و همین کار شما چی است خاله؟ جانی خاله این همش رو در آخرهای فیلم تماشا میکنیم. وقت ساعتش آید. بله.